استفاده از چند روزی هوای آفتابی فصل سرما دهقانان کشاورزان خوجگی‌های خرد میانه شهر حصار مخصوصاً خوجگی‌های به نام عبدالرؤوف یوسفوف، لطیف مرادوف و خوجگی تجربوی زرنیستاری نزد اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان کوشش می‌نمایند هر چه زودتر کشت و شودگاه را بی‌تلف به انجام رسانند. عزم دارند در برخی از زمین‌ها کشت گندم گذرانده باقی مانده زمین‌ها را به کشت سال آینده تیار نمایند. خوجگی ما در توازن خود 290 گکتار زمین‌های کرم آبی دارد. تا به امروز ما در میدان 78 گکتار کشتی غلادانگی گذراندیم که اکثریت آنها آبی یکم و دوم را ماندیم و نشونمای غلادانگی خوب میباشد. تا امروز ما در میدان 100 گکتار شودگاه به صفت گذراندیم و نیت داریم که به روزهای نزدیک شودگاه را به آخر رسانیم. جماعت دهات دوربت در مرکز شهر حصار جایگیر بوده شغل اساسی مردم این گوشه کشور کشاورزی میباشد. در حدود جماعت زیاده از 200 خوجگی‌های دهقانی، خوجگی‌های علمی و تجربوی فعالیت میکنند که امروز کشت و شودگاه را به 70-80% نقشه گذراندند. در توبه جماعت دهات دوربت از روی نقشه خوجگی‌های دهقانی کشتی تیرمایی را برای گذاشتند که در میدان 20 گکتار پیاز کشت شده است و 30 گکتار باشد کشتی غلادانگی‌ها و عین حال با شودگاه تیرمایی رفته شده است. نتیجه ها خوب برای مانده شد. خوجگیداران خوب نقشه رو سری وقت جمع‌آوری کرده در هوای خوب سری وقت جمع‌آوری کرده گرفتند و کشتی تیرمایی رو شودگاه تیرمایی رو خوب سری وقت برای گذاشتند. دهقانان ما کوشش به خرج می‌دهند که کارهای اگروتکنیکی را درست برای مانده حاصل دلخواه به دست بیارند و در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم خود را بگذارند. موافق با معلومات‌های سرکشاورز جماعت دهاتی به نام میرزا ترسوزاده شهر حصار نشاندادهای ساحه کشاورزی امسال در همه خوجگی‌های خرد میانه بلند و امیدبخش گردیده عین حال کشت و شودگاه متشکلانه جریان دارد. امروز در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسوزاده 637 خوجگی دهقانی فعالیت می‌نماید که تا امروز 100 گکتاری آن شودگاه کرده شد. ما هرچند کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم که از باد و هوای مناسب استفاده برده در خوجگی دهقانی شودگاه را به آخر رسانیم. عین حال در حدود جماعت کشت زراعتی گندم، زغیر و نخود رفته شده است. همین است که از باد و هوای مساعد فصل زمستان استفاده برده کشاورزان عزم دارند که کشت و شودگاه تیرماهی را تیزتر و با صفت به انجام رسانند.